سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزتمند. امروز هم میخوام بهر شما یک صحبت کنم. پیش از آغاز صحبت از همه شما خواهش میکنم که تا آخر نوار را گوش کنید. بعدا میفهمید که این نوار با کی انسان ها دخالت دارد. این نوار را انشاءالله اگر پهن کنید، روان کنید به یار و دوستان خودتان، انشاءالله که ثواب میگیرید. امروز یک بیماری در بین ما و شما رخ میدهد. وقتی انسان در یوتیوب داخل می شود، چی در ادنکلاسنیک در اینستاگرام داخل می شود، بعضی گپ‌های تفریق انگیز، بعضی گپ‌های خوش میشنود، دلش ناراحت می شود. از همه شما دوستان عزیز خواهانی هستم که من رنگ شما یک انسان هستم، بنده گناهگار هستم. من خودم از شما بالا نمیدونم. همه شما را از برای الله دوست میدارم، یگان غرض بد ندارم. فقط همچی یک برادر غمخوار به سمع شما میرسانم که دوستان عزیز، هر کسی که این نوار رو گوش میکنی، صحبت میفهمی، اگر یقین الله و پیامبر دوست بداری، به صحبت های ما درک میکنی که ما برای چی سخن میگم. برادران عزیز، هر چیزی را که الله در قرآن او را بیان کرد، بفهم که او چیزی بیدرکار، او یک چیزی عادی نیست. همین چیزی را که الله در قرآن ذکر کرد، او یک چیزی عادی نیست. الله متعال در قرآن عظیم شأن ما و شما را میفرماید که ای بندگان من، شما همگی به گرد قرآن جمع شوید، یعنی به قرآن چنگ بزنید، از تفریقه و از پراکندگی همیشه دور باشید. الله متعال این یکم آیتی است که خداوند در قرآن درباره جمع شدن، یکجویه شدن مسلمان ها میگه. باید ما امت واحد باشیم، از تفریقه دور باشیم. الله متعال در دیگه جا تفریقه را بدتر ای قتل میگوید. میگه تفریقه ای قتل ده، ای آدم کشی ده بدتر است. چی در کار دوستان عزیز امروزه تفریقه میاندازید بین همدیگر، بزید همدیگر نوارها تیار میکنید، آبروی همدیگر را میریزونید. دوستان عزیز، در دوام صحبت یک نقطه را میخوام به سمع شما برسانم که وقتی که نوار را تیار میکنی، بعضی وقت به خاطر پرسماتر باشه یا به خاطر پدپیش باشه که تو که مردم مرا بشناسن. ان الله علیم بذات الصدور، خداوند به دلهای شما آگاه هسته. فردای قیامت چگونه که در دنیا یک انسان شرمنده میکنی، یک انسان پس میزنی، الله متعال در هم آخرت هم شرمنده و فساد میسازه، به خاطر که او بندش چیکار کردی، شرمنده کردی. ما در دنیا چقدر گناه کردیم، نگاه که الله به ما مهلت داد، ما توبه کردیم، بازگشت کردیم به سوی الله. همو یک انسانی هم خطا کرده است، همو هم در حقش دعا کنیم، انشاءالله یک روز هدایت میوه. الله متعال در قرآن با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ هر کسی را که تو دوست بداری، او را تو هدایت کرده نمیتونی مگر او کسی را که الله دوست بداره، الله بخواه. وقتی که الله نخواه هدایتش نکنه، به این نوار کردن من و تو هیچ دیگرگونی نمیشه، مگر فقط یک فتنه برپا میشه. دوستان عزیز، با یک احترام همچه یک برادر غمخوار میگم، از تفریقه دور باشید. تو که هم یک برادری که از کار میبراید، به یک دل شکسته در همون یوتیوب داخل میشود، یک نوار خوبی را تماشا کند تو که دلش آرام بگیرد. از تفریقه انداختن و از گپ زیاد زدن و همدیگر را پس زدن هیچ که به یک خلاصه خوبی نمیاد. همون برادرها هم دل شکسته میشوند، از همه بیزار میشوند. و اون برادرها هم که امروز نوارهای چی بگیم، کارهای حرام هم که میکنن، نوارهای بد هم که میکنن، اونها هم الله هدایت کنه. نمیشود که اونها هم پس زدن در کار. هر کسی میخواد که اونها هم اصلاح کنه، طریق ایما یا واتساپ با اونها صحبت کنه، اونها را دعوت کنه. اگر اصلاح شوند خوش به حال شو، اگر که اصلاح که نشوند گناه شو در گردن خودشون. ما نمیشه که هر کس در یوتیوب چیکار کنیم، بازی اون نوار کنیم، پس زدن بگیریم، تفریقه بیاندازیم. امروز دنیای کفر با هم اتفاق شده است، ما مسلمان ها فقط تفریقه میاندازیم، فقط همدیگر را بدنام میکنیم. در بسیاری نوارها میبینی در اول صحبت میگه از برای الله، میگه صحبت سر میکنه، دوام نوارش گوش میکنی، چی گپ های فتنه انگیز، چی گپ خبرهای
بگیم فتنه انگیز میزنن. یا بعضی انسان‌هایی را میبینی که نوار در دیگر باره گپ میزنن، نه که در تای نوار دیگر گپ‌های دروغ مینویسه. از الله بترسه. اون چیزی را که با دروغ تو تیار کردی، با فتنه تیار کردی، او پلی که از اون کار میکنی برای حلال نمیشه. برادر عزیز، کوشش کنیم که ما مسلمان واقعی باشیم. الله متعال در قرآن برای چی میگه؟ اگر ما قرآن با پررگی اگر درک کنیم، احادیث پیامبر که درک کنیم، اینطوری گمراه نمیشیم. الله میگه من فردای قیامت زبانهای شما را مهر میزنم، دستا و پاهای شما گپ میزند. دوستان عزیز، بیا یک امت واحد باشیم، همدیگر از برای الله دوست بداریم. میتونیم صحبت کرده، نصیحت کرده همدیگر را نصیحت کنیم. نمیتونیم از تفریقه دور باشیم. حضرت علی کرام الله وجهه داماد پیامبر است، میگه میتونی نصیحت کرده مردم نصیحت کن. وقتی مردم نصیحت کرده که نمیتونی، در خانت بنشین و با گناههای کرده خود گریه کن. میگه توبه و ندامت که خدا گناههای تو را بخشد. و یک برادری که گناه کرده است، نافهمیده کرده است، اشتباه کرده است، همه رنگ من و تو انسان است. شیخ سعدی میگه مکن غیبت اگر عقل تمام است، که گفتاری تو در غیبت حرام است. هم دیگر غیبت نکنی. میگه که عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس چی پردازی؟ عیب خودت بر تو ظاهر شود، میگه به عیبی کس چی میپرداز؟ میگه بهترینی بگیم خدمت کردن در دین مقدس اسلام نفس خود تازه کردن است. ما در پنهانی چون چیکارا میکنیم و بعدا نوار کردن با ضد همدیگر تعریف کردن خود تیار هستیم. دوستان عزیز، پیش از اینکه تو نوار آغاز میکنی با ضد یک برادر، تو فکر کنی که در دنیا چی اشتباهایی کرده، چی خطاگیایی کرده. الله همه اینها را ستر کرده است. الله به تو مهلت داده است. تو چرا صبر نمیکنی؟ علاجه میکنی. چرا صبر نمیکنی؟ یک آور یک برادر تا میرسونی. به همین خاطر دوستان عزیز، از برای الله میگم، یگان غرض بدی ندارم. این نوار خوب و دقت گوش کنی و به همه دوستان یار و رفیقان خود بفرستی. یک کس هم اصلاح شود، انشاءالله این بهترین است. از گپ و خبرهای ناخوب، از تفریقه انداختن ما با خلاصه خوب نمیاییم. خدا هر نعمت میته، وقتی ناشکریش کردیم نعمت میگیره. به همین خاطر دوستان عزیز، طریق صحبت و آداب صحبت کردن یاد بگیریم. با یک آداب صحبت کنیم که نه برادر نه یک خواهر از ما دل شکسته نشه. یک برادر با دل شکسته همو داخل میشه، نواری من اترا گوش کنه، با وقتی خوش از همو خارج شود، اصلاح شود، گناههای خودش پیدا کنه، خطاگی خودش اصلاح کنه. ما وقتی که همین تفریقه امروز انداخته سیم، گپ خبرهای زیاد کرده سیم، هم دیگر پس زیسیم، به همین طرفتن بگیره، نبراد مردم گمراه میشوند. مردم از همه دلشو میمونه. به همین خاطر دوستان عزیز، از الله متعال خواهانی هستم که الله متعال همه ما و شما را مسلمان واقعی بگردونه. پروردگار مهربان در زندگی اشتباهایی که داریم هدایت میکنه که از گناههای خود درک کنیم و به سوی الله توبه کنیم. همیشه خیرخواه مردم شیم. از بدی و از تفریق انداختن نسبت همدیگر الله متعال ما و شما را نگه بدارد. آمین.